به نام خدا. سلام. با یکی دیگه از آموزش‌های آیتی استودیو در خدمت شما هستیم. در این آموزش می‌خوایم شما رو با کتابخونه کیوی آشنا کنیم. کتابخونه کیوی یک کتابخونه متن‌باز یا اوپن سورسه که برای توسعه GUI یا واسط گرافیکی مورد استفاده قرار می‌گیره. این کتابخونه رو اومدن با زبان پایتون نوشتن و برای ساخت برنامه‌های کراس پلتفرم مورد استفاده قرار می‌گیره. قابل ذکره که از جمله مزیت‌ها و ویژگی‌های مهم کتابخونه کیوی پشتیبانی از چند لمسی یا مالتی تاچینگشه. در کنار مزایا و امکاناتی که درباره پایتون بهتون توضیح دادیم، پایتون یک سری محدودیت‌ها داره. توسعه‌اش یه مقدار کندتره، عملکردش یه مقدار کندتره به نسبت زبان‌های اصلی مثل جاوا، مثل کاتلین و غیره. از این طرفی اندازه برنامه‌هاش هم نسبت به برنامه‌های دیگه بزرگتره به دلیل وابستگی‌هایی که داره و اونا رو باید در کنار خودش داشته باشه. و اگه پروژه حجمش بزرگ باشه، پروژه‌ای باشه که گرافیکی بسیار سنگینیه که حجم پردازش گرافیکی بالایی هم نیاز داره، ممکنه برای این پروژه ها نتونیم از کیوی استفاده بکنیم. حالا چگونه بیایم ما از کیوی در پایتون استفاده بکنیم؟ میخوایم امروز یک کار جدیدتر انجام بدیم. تا الان همه توسعه هامون رو در پایتون در آیدی پایچارم انجام میدادیم. امروز میخوایم یک کار جدید بکنیم. بیایم از آیدی پایدروید استفاده بکنیم و بیایم در محیط اندروید کار خودمون رو انجام بدیم و بهتون نشون بدیم چگونه میتونیم در تلفن‌های هوشمند اندرویدی هم ما پایتون کد بزنیم. برای این کار با ما همراه باشید تا ببینیم که چگونه ما میتونیم پایدروید رو در تلفن همراه اندروید نصب بکنیم و روش پایتون کد بزنیم و کیوی هم توش تازه بتونیم ایمپورت بکنیم. برای این کار ابتدا وارد محیط گوگل پلی میشید، پایدروید 3 رو جستجو میکنید و اقدام به دانلود و نصبش میکنید. منتظر میشیم تا عملیات دانلود به اتمام برسه. خب عملیات دانلودمون به نفسهای آخرش رسید. خب نصبمون هم داره انجام میشه. خب نرم افزار رو بازش میکنیم. تنظیمات پیش‌فرض رو که داریم انجام میدیم و طبق همین چیزی که دارم انجام میدم انجام بدید و دکمه کانتینیو رو کلیک بکنید. اینجا وای میستیم تا آماده بکنه بستر پایتون رو برای ما. اینجا میخواد به اینترنت وصل که نیاز نیست و بک رو بزنید. اینجا محیط ادیتور رو در اختیار قرار میده. یه فایل از قبل ما نوشتیم، یه برنامه بسیار ساده که یه لیبل ساده رو به ما در وسط صفحه نمایش نشون میده. بازش میکنیم، یه تست میگیریم که میبینید یک هلو کیوی رو به ما نشون میده. حالا اینجا ما نیازی نداشتیم که کتابخونه کیوی رو نصب بکنیم چون از قبل نصب شده بود. اما اگر نصب نبود کتابخونه کیوی باید چه کار بکنیم؟ باید به این شکل عمل بکنید که بر روی اون 3 خطیه کلیک بکنید، ترمینال رو انتخاب بکنید. اینجا عبارت پایپ اینستال کیوی رو
تایپ کنید و بعد اینتر بزنید و منتظر بشیم تا کتابخونه کیوی برای ما نصب بشه. با هم ببینیم مراحل نصب رو. خب کتابخونه کیوی هم اینجا کامل نصب شد. حالا برنامه ما آماده شده، همه کار ما آماده شده و ما میخوایم اولین برنامه خودمون رو در پایتون به شما توضیح بدیم. همین چند خط ساده رو ما اومدیم با زبان برنامه‌نویسی کیوی و در پایتون نوشتیم که تک تک خطاشو من به شما توضیح بدم به عنوان اولین برنامه که با کیوی آشنا بشیم. خط اول کلاس اپ از کتابخونه کیوی رو برای ما ایمپورت میکنه. خط دوم کلاس لیبل رو برای ما ایمپورت میکنه از کتابخونه kiwi.unix. تو خط چهارم ما اومدیم یک کلاس جدید به اسم مای اپ تعریف کردیم که از کلاس اپ که بالا ایمپورتش کردیم ارث بری کرده و ارث برده و تمام خصوصیت اونو به ارث برده که ما میتونیم برای خودمون سفارشیش بکنیم. خط پنجم متد اصلی، متد بیلد، متد اصلی در برنامه‌های کیویه که مثل متد مین در سی عمل میکنه و باید باشه و در زمان اجرا به صورت خودکار فراخوانی میشه. خط ششم اومده برای ما مشخص کرده که و این متد بیلد قابل ذکره که بگم که یه چیزی رو باید حتما در این متد بیلد ما رو صفحه هر چی که اینجا بیاریم رو صفحه نمایش به ما نشون میده. پس ما میایم اینجا براش مشخص میکنیم که برای ما یه لیبل متد بیلدمون رو صفحه نمایش نشون بده که متن اون هلو کیوی باشه. خط هشتم یه خط استاندارد در برنامه‌های پایتونه. چی میگه؟ میگه بررسی میکنه آیا کد به عنوان فایل اصلی اجرا شده یا نه. اگه کد به عنوان فایل اصلی اجرا شده بود میره خط بعدی رو اجرا میکنه. در غیر این صورت نه. و چون این برنامه هم یه برنامه اصلیه پس خط بعدی اجرا میشه. خط بعدی یعنی خط آخرم myapp.runه که این چی کار میکنه؟ این خط باعث اجرای برنامه ما میشه و برنامه رو برای ما ران میکنه و لیبل رو به ما نشون میده. myapp.run میاد یه نمونه، یه اینستنس از کلاس myapp ما ایجاد میکنه، سپس متد ران رو فراخوانی میکنه تا چرخه اصلی برنامه شروع بشه. دو سه تا نکته رو من بگم بهتون. این برنامه به صورت پیشفرض و اتوماتیک اندازه پنجره رو اگر در دسکتاپ اپلیکیشن ران بشه 800x600 پیکسل در نظر میگیره و اگه در محیط موبایل ران بشه متناسب با اندازه صفحه نمایش گوشی در نظر میگیره و به صورت عمودی. و اگه بخوایم رو تغییر بدیم در جلسات بعد بیشتر دربارش توضیح میدیم و مفصل‌تر صحبت میکنیم. همچنین در جلسات آینده آموزشیمون که یک سلسله مراتب آموزشی درباره کیوی خواهیم داشت میایم در رابطه با بیلدوزر هم صحبت میکنیم که چگونه بتونیم حالا فایلی که با کیوی نوشتیم رو به اندروید تبدیلش بکنیم و یه فایل APK درست بکنیم و ببریم در اندروید نصبش بکنیم. امیدوارم مطالب براتون مفید و کاربردی بوده باشه. تا جلسه بعد خدا نگهدار.